سلام دوستای هنرمندم، خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه با من راضیه هستم و توی این ویدیو قرار این روکوسنی زیبای بافت رو با همدیگه ببافیم. این روکوسنی با اتصال 2 تا موتیف بافت به دست اومده. خیلی بافتش راحت و لذت بخشه. رخ کارم که خودتون میبینید که چقدر زیباست. امیدوارم که شما هم مثل من از بافتش لذت ببرید. ممنون میشم قبل از اینکه آموزش رو شروع کنیم از این ویدیو حمایت کنید و لایک و کامنت و ساب فراموشتون نشه. خب بچه من برای بافت این روکوسنی از نخ مکرومه 3 سوزنه استفاده می کنم، 3 سوزنه پلی استر. شما از هر نخی که دوست داشتید، از هر کانوایی که دوست داشتید میتونید برای بافت این روکوسنی استفاده کنید و کاملا سلیقه‌ایه. قلابی که من برای بافت این روکوسنی استفاده می کنم قلاب شماره 4 هست. خب گفتیم برای این روکوسنی باید 2 تا موتیف ببافیم. بریم که موتیف رو با هم دیگه ببافیم. اولین کاری که میکنم یک حلقه جادویی ایجاد میکنم و توی حلقه جادوییم 3 تا زنجیره میبافم. در کنار این 3 زنجیره 11 تا پایه بلند میبافم که با این 3 زنجیره میشه 12 تا پایه بلند. نخ اضافه رو میکشم که حلقه‌ام کوچکتر بشه و تسلطم روی بافت بیشتر. خب من 11 تا پایه بلند در کنار اون 3 زنجیره بافتم که با اون 3 زنجیره میشه 12 پایه بلند. نخ اضافه رو میکشم و حلقه‌ام رو تا جایی که میتونم جمع میکنم. بعد میام توی زنجیره سوم از اون 3 زنجیره که اول کار بافتم با یک پایه بس اتصالم رو انجام میدم به این شکل. بعد میام برای رج جدید دوباره 3 تا زنجیره میبافم هم قد یک پایه بلند و میام توی این قسمت. ببینید میخوام شکل مربع رو به بافتم بدم. میام توی این قسمتی که بهتون نشون دادم در کنار این 3 زنجیره 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. بعد میام 2 تا گندمی رها میکنم توی گندمی سوم 3 تا پایه بلند 2 2 تا 3 تا زنجیره 3 تا پایه بلند 3 تا زنجیره 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره 2 تا گندمی رها میکنم توی گندمی سوم 3 تا پایه بلند 2 3 تا زنجیره دوباره توی همون گندمی 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره 2 تا گندمی رها توی گندمی سوم دوباره 3 تا پایه بلند 3 تا زنجیره 3 تا پایه بلند میبافم. خب دوباره 2 تا گندمی رها میرسم به سر رجم. 3 تا پایه بلند از قبل بافتم. حالا میام دوباره 3 تا پایه بلند دیگه میبافم.
ببینید توی گوشه های قبلی درستش کنم، پای بلند آخر رو دوباره ببافم. خب اینجا باید 3 تا زنجیره ببافم دیگه، مثل گوشه های قبلی. اگه بخوام 3 تا زنجیره ببافم، بعد بیام توی زنجیره سوم از اون 3 زنجیره اول کار اتصالم رو با پای بست انجام بدم، برای رج جدید دوباره میام 3 تا زنجیره میبافم و دوباره شروع میکنم. اگه بخوام این شکلی ببافم، اینجا یه خط اتصال خیلی زشت به وجود میاد که قشنگ توی بافتتون مشخصه و کارتون رو زشت میکنه. برای اینکه این خط اتصال رو ما نداشته باشیم و بافتمون زیباتر باشه، آخر رج به این شکل اتصالتون رو انجام بدید. 1 زنجیره ببافید، نخ دور قلاب، توی زنجیره سوم یه نخ در بیارید و 1 پای ساده ببافید. اینجوری خط اتصالتون پیدا نیست و قشنگ این وسط قرار میگیرید. 3 تا زنجیره میبافم و میام در کنارش 2 تا پای بلند میبافم. ببینید قشنگ این گوشه قرار گرفت شروع رجم. اگه به این شکل ببافید به هیچ وجه دیگه خط اتصالتون پیدا نیست. حالا میام این وسط اینجا 3 تا پای بلند میبافم. خب حالا میام این گوشه دوباره 3 تا پای بلند، 3 تا زنجیره، 3 تا پای بلند میبافم. 2 3. دوباره میام این وسط اینجا 3 تا پای بلند میبافم. حالا میام دوباره گوشه 3 تا پای بلند، 3 تا زنجیره، 3 تا پای بلند میبافم. توی گوشه افزایشامو انجام میدم. دوباره میام این وسط 3 تا پای بلند میبافم. خب دوباره رسیدم به گوشه. توی گوشه 3 تا پای بلند، 3 تا زنجیره، 3 تا پای بلند میبافم. دوباره توی این فضای خالی 3 تا پای بلند میبافم. خب رسیدیم سر رج. سر رج رو مثل رج قبل 3 تا پای بلند از قبل داریم، 3 تا پای بلند دیگه میبافم و اتصالم رو مثل رج قبل با 1 زنجیره و 1 پای ساده توی زنجیره سوم انجام میدم. برای شروع رج جدید دوباره 3 تا زنجیره میبافم و در کنار این 3 زنجیره 2 تا پای بلند میبافم. حالا میام دوباره مثل رج قبل
توی این فضاهای خالی 3 تا پای بلند میبافم. 1 2 3. دوباره فضای بعدی 3 تا پای بلند میبافم. حالا دوباره توی گوشه افزایشام رو انجام میدم. 3 تا پای بلند، 3 تا زنجیره، 3 تا پای بلند. دو 3. حالا دوباره میام توی این فضاهای خالی 3 تا پای بلند میبافم و دوباره توی گوشه ها افزایشام رو انجام میدم تا برسم به سر رج. من کامل اینا رو میبافم و اتصال رو دوباره نشونتون میدم. میخوام که اتصال رو یه بار دیگه تکرار کنم. خب من کامل بافتم و رسیدم به سر رج. میام دوباره 3 تا پای بلند میبافم. 3 تا پای بلندم که از قبل داریم به این شکل و میام 1 زنجیره میبافم و اتصالم رو با 1 پای ساده توی زنجیره سوم انجام میدم به این شکل. دوباره 3 تا زنجیره و در کنار این 3 زنجیره 2 تا پای بلند و دوباره میرم توی اون فضاهای خالی 3 تا پای بلند میبافم و توی گوشه ها افزایشام رو انجام میدم و تمام رج ها به همین شکل تکرار میشه تا به اندازه دلخواهم که اندازه کوسنم هست برسم. به همین شکل من میبافم، کامل میبافم اینو و میرسم خدمتتون. خب ببینید بچه ها، من کامل بافتم. برای من حدود 23 رج شد. میام در پایان اتصالم رو به این شکل برای رج آخر انجام میدم. 2 تا زنجیره و با 1 پای بست اتصالم رو توی زنجیره سوم انجام میدم. من از این موتیف ببینید اندازه کوسنی که میخوام این رو کوسنی رو روش بذارم به اندازه کوسنم شد به این شکل. حالا یک مقدار کیسانی هم داره. من از این موتیف 2 تا بافتم و حالا باید به هم متصلش کنم و حاشیه کار رو ببافم. میام یه موتیف رو برعکس میذارم به این شکل. ببینید روش اون سمته روی میزه و این موتیف اول رو برعکس میذارم. موتیف بعدی رو میذارم و به این شکل متصلشون میکنم. میخوام حاشیه کار رو ببافم و همزمان این 2 تا موتیف رو به هم متصل کنم. به چه شکل؟ میام اول 1 زنجیره میبافم و توی این فضای خالی ببینید توی این قسمت 1 پای کوتاه میبافم. حالا میام 3 تا زنجیره میبافم و دوباره میام توی این فضاهای خالی این سمت و اون سمت رو روی هم قرار میدم و 1 پای کوتاه توی این فضاهای خالی
میبافم. دوباره 3 تا زنجیره، دوباره توی این فضاهای خالی پای کوتاه میبافم. دوباره 3 تا زنجیره، توی فضاهای خالی نگاه کنین، حواستون باشه که اون سمت هم قشنگ اون وسط توی فضای خالی قلابتون در اومده باشه. دوباره 3 تا زنجیره توی فضای خالی پای کوتاه میبافم. دوباره 3 تا زنجیره، توی فضای خالی پای کوتاه میبافم. به همین شکل ادامه میدم. 3 تا زنجیره توی فضای خالی از هر دو سمت پای کوتاه. این شکلی موتیف‌ها هم به هم وصل میشن. یک، دو، سه. من تا گوشه براتون میبافم. توی فضای خالی پای کوتاه. خب من کامل میبافم. این ضلعشو خب رسیدم گوشه. توی این فضای خالی گوشم یه پای کوتاه میبافم. دوباره 3 تا زنجیره، دوباره توی این فضای خالی یه دونه پای کوتاه. خب من کامل میبافم تا برسم اینا رو کامل بچه‌ها به همین شکل میبافم تا برسم به این ضلع آخر که باید یک فضایی رو در نظر بگیرم برای ورود کوسنمون و نباید به هم متصل بشه. من میبافم و به این قسمت که رسیدم دوباره میام. خب بچه ها ببینید من کامل اینا رو بافتم، رسیدم به ضلع آخر. این ضلع آخر رو به این شکل میبافم. میام توی فضاهای خالی پای کوتاه میبافم. 3 تا زنجیرم که از قبل بافتم. دوباره 3 تا زنجیره، دوباره توی فضای خالی یه پای کوتاه تا برسم به 3 تا پای کوتاه که این آخریشه. اینم پای کوتاه آخر. خب 3 تا پای کوتاه رو از هر دو طرف بافتم. برای اینکه جا برای ورود کوسم بذارم میام تا 3 تای آخری رو به هم متصل نمی کنم و فقط از همین سمت می بافم، اون سمت رو نمی بافم. به این شکل از اینجا به بعد دیگه به هم متصل نمی کنم و پای کوتاهامو از هر دو طرف نمی بافم. 3 تا زنجیره توی فضای خالی، دوباره پای کوتاه می بافم
تا برسم به 3 تای آخر. سه تا فضای خالی اول زر رو من متصل کردم، 3 تای آخر رو هم متصل میکنم و تا برسم به اون 3 تای آخر تکلا میبافم و بافتم رو متصل نمی کنم. خب رسیدم به 3 تای آخر، چک میکنم یه وقت اشتباهی نشه و به هم متصل میکنم از اینجا به بعد. 2 3 دوباره 3 تا زنجیره توی فضای خالی، یه پای کوتاه. خب رسیدم به آخر رج که میخوام اتصالم رو انجام بدم. میام 1 زنجیره میبافم و زیر گندمی اولین پای کوتاهی که بافتم 1 پای بلند میبافم به این شکل و این وسط قرار میگیرم. حالا میام این زیر این پای کوتاه 3 تا پای بلند، این دیگه میشه رج آخر. 2 تا زنجیره دوباره توی همون پای کوتاه گوشه 3 تا پای بلند میبافم. به این شکل در میاد. حالا میام توی این فضای خالی زیر این زنجیره ها 1 پای کوتاه میبافم. برای گوشه فقط این شکلی است، حالا تفاوتشون رو هر چی بریم جلوتر میبینیم. بعد میام تو زیر این گندمی پای کوتاه بعدی 3 تا پای بلند، دو تا زنجیره 3 تا پای بلند میبافم. خب حالا دیگه توی این زیر زنجیره ها پای کوتاه رو نمیزنم. میام بعد پای کوتاه ببافم، زیر پای کوتاه بعدی، زیر گندمی پای کوتاه بعدی یه پای کوتاه میبافم. دوباره میام تو روی پای کوتاه بعدی 3 تا پای بلند، دو تا زنجیره 3 تا پای بلند میبافم. و برای بافت حاشیه به همین ترتیب 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره 3 تا پای بلند، بعدی پای کوتاه، بعدی دوباره 3 تا پای بلند، ببینید بعدی پای کوتاه، بعدی دوباره 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره 3 تا پای بلند. و به غیر از اول رج که اولین پای کوتاه زیر زنجیره ها بافته میشد، مابقی زیر گندمی پای کوتاه میبافیم به این شکل. خب زیر گندمی این پای کوتاه 3 تا زنجیره 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره 3 تا پای بلند بافتم. به این شکل در اومد بچه ها حاشیه کار.
حالا میام زیر پای کوتاه بعدی یه پای کوتاه و بعدی به همین شکل میبافم تا برسم به این قسمت گوشه. خب من کامل بافتم و رسیدم به قسمت گوشه. در نهایت روی پای کوتاه بعدی پای کوتاه میبافم. چون آخرین پای کوتاه شد، من دیگه زیر زنجیره ها پای کوتاه یا اون پترنم رو نمیبافم. برای اینکه ما باید حتما توی گوشه ها حتما اون پترن رو داشته باشیم، از اون الگو ببافیم. ولی اگر این پای کوتاه آخر پترنمون افتاد، پای کوتاه نیفتاد، میایم زیر زنجیره ها پای کوتاه میبافیم و که بتونیم توی گوشه اون پترن رو ببافیم. ولی اینجا پترن افتاد توی قسمت گوشه و نیاز نبود زیر زنجیره ها پای کوتاه ببافیم. خب من اینجا دوباره توی گوشه 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره، 3 تا پای بلند میبافم و دوباره مثل اول رج ببینید میام پای کوتاه رو زیر زنجیره ها میبافم و توی پای کوتاه بعدی 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره، 3 تا پای بلند میبافم. پس اگر که یک پای کوتاه مونده به آخر که میخواید برسید به قسمت گوشه پترنتون بود، حتما بیاید یک پای کوتاه زیر زنجیره ها بزنید که توی گوشه ما اون پترن رو داشته باشیم. خب دوباره میام زیر پای کوتاه بعدی توی پای کوتاه بعدی هم دوباره 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره و 3 تا پای بلند میبافم. و این کار رو تا انتها ادامه میدم. خب بعدی رو پای کوتاه میبافم. خب ببینید بچه ها، به همین ترتیب من میبافم. یک بار دیگه گوشه رو براتون توضیح میدم که به چه شکل بافته میشه. خب من رسیدم به قسمت گوشه. توی پای کوتاه بعدی پای کوتاه هم میفته بچه ها. اگر که به این قسمت رسیدید خب و پترن توی این قسمت آخر بود، توی پای کوتاه نصیب گوشه بود، حتما برای این که توی قسمت گوشه پترن داشته باشید میاد زیر زنجیره ها پای کوتاه میبافید که توی پای کوتاه گوشه پترن ببافید. ولی اینجا من نیاز نبود این کار رو بکنم. ولی اگه برای شما توی پای کوتاهی که مونده به گوشه پترن افتاد، زیر زنجیره ها حتما پای کوتاه ببافید که توی پای کوتاه گوشه پترن ببافید. خب من اینجا دوباره توی گوشه 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره، 3 تا پای بلند بافتم. خب حالا میام زیر زنجیره ها یک پای کوتاه میبافم و توی پای کوتاه بعدی 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره و 3 تا پای بلند میبافم.
به این شکل. خب من این کار رو تا پایان ادامه میدم تا برسم به سر رج. خب من کامل بافتم و رسیدم به سر رج. خب ببینید بچه ها، من اینجا پای کوتاه آخرم پترنم افتاد، میام انجامش میدم. 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره و 3 تا پای بلند. خب حالا ببینید بافتم این شکلی رو هم افتاد. حالا میام توی اون پای کوتاهی که من، پای بلندی که من برای اتصالم انجام دادم، زیر گندمی اون پای بلند یک پای بست میبافم، یک زنجیره میبافم و ادامه نخ رو کات میکنم به این شکل. ببینید به این شکل در میاد. خب به این شکل در میاد و حالا میام ادامه نخ رو لابلای بافتم پنهان میکنم. سعی میکنم از پشت، بچه ها ببینید نخ رو فرستادم عقب یعنی پشت کار و از پشت کار نخ رو پنهان میکنم. من نخ رو کامل پنهان میکنم و میرسم خدمتتون. خب ببین بچه ها، من این رو کامل انجام دادم. حالا میام از این فضایی که گذاشتم کوسن رو وارد میکنم. ببینید این کوسن رو فرستادم داخل و حالا باید برای اینجا یک بندینک با زنجیره درست کنم. خب برای این بندینک میام 40 تا 50 سانت زنجیره میبافم. یه گره خف میزنم و به طول دلخواهم زنجیره میبافم. خب ببینید بچه ها، من اندازه 50 سانت 40-50 سانت زنجیره بافتم و به حالت بخیه وارد کردم. حالا میام دو طرف نخ رو میکشم و جمعش میکنم به این شکل. حالا میام این دوتا نخ رو به هم گره میزنم و یک پاپیون میزنم و تمام. همینقدر زیبا. این هم از پایان بافت روکاسنی زیبامون. امیدوارم شما هم از بافتش مثل من لذت برده باشید، دوستش داشته باشید. ممنون میشم از این ویدیو حمایت کنید و لایک و کامنت و فراموشتون نشه. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم.